5 تا نشونه است که در واقع فقط توهم استقلال میده. اولیش وقتی که هر کسی بهت محبت میکنه بهش شک میکنی، چون مغزت عادت دادی که آدما میان فقط ضربه بزنن و برن، میدونی انگاری بدبین شدی، کلا سبک زندگیت بدبین شدنه. دومیش ترجیح میدی که همه چی رو خودت حل کنی، حتی اگه زیر اون فشار له بشی، چون کمک خواستن از دیگران برات شده نشونه ضعیف بودن. تا حالا با خودت گفتی داری با کی میجنگی؟ سومیش نمیتونی راحت درداتو به هر کسی بگی، حتی عزیزترین آدمهای زندگیت، چون فکر میکنی درداتو گفتن یعنی اینکه سربار آدما میشی. چهارمیش تو رابطه‌هات احساس خفگی یا عذاب وجدان یا همچین چیزی بهت دست میده، چون وابستگی به آدما برات شده زنگ خطر ضربه خوردن. پنجمیش وقتیه که کسی واقعا کنارت میمونه نمیتونی باورش کنی، چون ذهنت که همیشه تنها جنگیده نمیتونه حمایت آدما رو باور کنه. رفیقم یادت باشه که قوی بودن چیز خوبیه، ولی قوی بودن افراطی اسمش فاجعه است، استقلال نیست.